سلام، من فاتی هستم. به کانال من خوش اومدین. میخوایم امروز این طرح رو رنگ کنیم. من معمولا برای این کار رو میخوام شروع کنم. اول بیس کار رو استفاده میکنم، یعنی رنگایی که احساس میکنم که مقدار بیشتری ازشون در یه سطح وجود داره اونو میزنم. بعد شروع میکنم به لکه گذاری و لکه های بعدی رو حالا با پررنگ تر باشن دونه دونه اضافه میکنم. معمولا کار میکنید حالا چه رنگ ماژیک اکریلیک باشه چه ماژیکی که با حلالش الکل باشه فرقی نمیکنه. هر کدوم که میزنین سعی کنید اول رنگای روشن رو بزنید که رنگتون حالت کثیفی پیدا نکنه. اول رنگای روشن رو بزنید، بعد مشکی ها رو اضافه کنید. البته رنگای ماژیک اکریلیک باز لکه های سفید و رنگای دیگر هم میشه رو رنگای تیره تر گذاشت، هیچ مشکل نداره. ولی برای تمیزی کارتون بهتره که اول از رنگای روشن شروع کنید و به تیره برسید، خیلی راحت تره.
من معمولا تلاشی برای این نمی کنم حتما دقیق کامل خط به خط شبیه اون طرحمون بشه. بیشتر روی این زوم دارم که با لکه گذاری بتونم اون حالت و حسی که اون تصویر داره رو القا کنم. خیلی برام حالت جذاب تری رو داره تا اینکه بخوام دونه دونه لکه هایی که داره رو اضافه کنم و اون حسی که ازش میگیرم و البته تا اونجایی که بتونم حسی که ازش میگیرم و بیشتر دوست دارم بکشم تا اینکه خود طرح رو بکشم. مرحله آخر که رنگا رو گذاشتین و حس کردین تقریبا طرحتون کامله، میان چیکار میکنین؟ قسمت سایه ها رو دوباره روشون کار میکنید. معمولا سایه ها یه حالت بنفش، آبی و رنگای مثل حالت قهوه‌ای درشون وجود داره. من معمولا آخر سر میام یه سری لکه های زرد را سفید یا بستگی به این داره که طرحم چیه بهشون اضافه میکنم آخر سر، بسته به اینکه روشن‌ترین رنگی که مد نظرمونه چیه و اینکه باعث میشه یک جونی به کارتون بده. یه سری لکه های سفید دوباره لازمه که اضافه بشه که طرحتون جلوه‌ای بیشتری داشته باشه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر سوالی داشتین تو کامنت ها برام بنویسین.